سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با ماشین گردشی داشته باشیم در شهر زیبای رشت. امروز جمعه 16 آبان ماه و ساعت حدود 10 صبح است. رانندگی در رشت علاوه بر ترافیک زیاد دردسرهای خاص خودش رو هم داره. رعایت نکردن دیگر راننده ها و احتمال تصادف. واسه همین بهترین حالت برای ولاگ رانندگی در روزهای جمعه یا روزهای تعطیلی هستش، وگرنه کل تایم ویدیو باید ترافیک تماشا کنیم. در این ولاگ ما از میدان جانبازان شروع و بعد از عبور از میدان امام حسین، میدان نیروی دریایی و میدان توشیبا به فلکه گاز، فلکه رازی و یخسازی میرسیم و در نهایت به میدان جهاد رشت خواهیم رسید. میدان جانبازان ورودی اصلی شهر رشت از سمت شرق گیلان و میدان توشیبا هم ورودی اصلی دیگر رشت از سمت تهران و قزوین هستش. از میدانهای اصلی دیگری که توی این مسیر وجود داره میدان یخسازی هست که ورودی اصلی رشت از سمت فومن و غرب گیلان حساب میشه. در کنار پل یخسازی هم پارک دانشجو قرار داره که چند روز پیش ولاگش رو براتون در کانال قرار دادیم. در مجموع حدود 8 ولاگ از رانندگی در سطح شهر، علل خصوص در روزهای بارانی رانندگی در گلسال رو در کانال قرار دادیم که لینکشون رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. خواهشم با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
you